har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam. السلام علیکم دوستان بیننده ها. امروز ما در خاندان زیبای طالب بابا مهمان هستیم. امروز جشن زادروزی تختانه شده ایستاده است. امروز تبریکات از نام فرزندان، از نام جعفرکه و از مسافرت از نام خورشیدکه، هلال آیتی، زلال آیتی ها، از نام تمام نبیره ها کریم پاشا تبریک میگویم. لحظه های خورسندی رو همراه شمایان و هم ببینیم. با ما باشد، با آغاز کردن رفتیم. السلام علیکم مهمانان، پدر مادران. مرحمت گذارید تانماتان. با ما در کار هستن طالب بابا تختانه. بیایید پیش ما به نزدیکتر. شما هم بیایید آنشان به طالب بابا. مرحمت. طالب بابا امروز خاندانتان ما روزی خورسندی بوده است، روزی شادیانه بوده است. جشن زادروزی مادری عزیز، مادری نورانی خاندان دختر خاله، زادروزتان مبارک باشد. روزی خورسندی را، امروز مولود خجسته را، میلاد عمر را برایتان مبارک باد میگویم. طالب بابا امروز خالم چند بدر آمدن؟ 17 18 حالی 22 ساله چشم شما با بگذار همیشه صحت سلامت باشید. زادروزتان مبارک باشد. دختر خاله شما را از نام فرزندان، از نام جعفرکه، از مسافرت از نام خورشیدکه، از نام هلال آیتی، زلال آیتی، نبیره ها، کلین پاشا ها شما را تبریک میگویم. هلال آیتی که صحبت کردیم، حسین جان مادر نورانی من، مادر پر از نوری من امروز زادروزشان است. هر سال پیش از سال نو خاندان ما با بیرم خیلی سرد شد. چون گفتم با مادر مهربان، مادر عزیزی من، مادر زیبایی من که طول چندین سالها محله با همچون فعال زنهای محلش را کار کردن. در همون دوره های قینی زندگی ما فرزندان مهنتی حلال کردی کلام کردگیشان به رحمت. برای دادا جانم، برای بی جانم رحمتی من رسان. چون گفتم با ما هم خیلی مشقت دور زمان بود. انا همون وقت با یگان چیز به زار نکرده. ما بچه بودیم هر چیز به حواسمون میرفت. همون حواسمون رفتگی وقت با همون چیزای ما با مهیا کرده دادگی انسان، دادا جانم بی جانم بودگیشان با شکر من فخر میکنم. اگر چرخی فلک باز برگردد و من از خداوند میپرسیدم که باز فرزند همینا شدنم. ما مسافرت بگشتیم، من، اکیم، خواهرم، البته خورشیدکه، هلال آیتی، زلال آیتی مسافرت بستیم. دعا اینه که شمایان همچون قلقان است و پشت و پناه است. شما هستید که آنها سرسبز هستند. میگویم دلم خواهد روم بر کوی مادر، وجودم پر شود از بوی مادر. تمام روی دنیا را بدیدم، ندیدم روی خوش جز روی مادر. مادر عزیز روز خورسندیتان مبارک باشد. و میخواستم از نام هلال آیتی برایتان یک شعر را رسانم. خاک پایش سرمه چشم سر است، در رضایش جنت پیشی در است. بحر حرمت لایق ما کیست؟ کیست؟ مادر است و مادر است و مادر است. شیر پاکش لذت از کوثر است، از همه شیرینی ها شیرین تر است. بعد حق چون رازق ما کیست؟ کیست؟ مادر است و مادر است و مادر است. هر صدایش در دل ما جوهر است، اللهایش از همه دیگر است. خوش زبان و ناطقی ما کیست؟ کیست؟ مادر است و مادر است و مادر است. مبارک باشند، زادروزتان مبارک باشند. امروز از نام هلال آیتی در اینجا نبیره شیرینتان اشتراک کرده ایستادند. میخواهند همین دستگل زیبا را برایتان تقدیم کنند. مادر جان عزیز زادروزتان مبارک باشد. مرحمت تقدیم کنید. مرحمت. مهربانا از سرین فیلا رو بزنانید خودتان. فشارهای طلا با افتخار مادر عزیز.
مبارک باشد. بار دیگر زادروز مبارک. میخواستیم تا تیار شدن شیرینی ها کریم پاشا یک شرکت تبریک کنند. مرحمت. سلام علیکم. شما دیتون هموتون لیم بیملام سات بدرام سری مام با دعا گوشا کردن ملام مکم کی ما وقت سخ سلامت کردن دعا گوشا کردن ای خواهر عزیزمو لایم ساعت بدرون قشه پیرشان پاچون کتی انا حضور بچه حضور نیوروی بینن فقط روزای نیکش هم اونده اشتراک کنید. رحمت سلامت باشید. رحمت سلامت باشم. و البته برای امروز مادر عزیز برای دخترانه همچنان طالب بابا در اینجا شیرینی داریم. میخواستیم شیرینی ها رو بوره ما از آن تناول کنیم. بعد از آن باشد امروز بعض ما رو باز دوام میکنیم. مرحبت. Задруз мубарак. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. مبارک باشد. بار دیگر زادروز مبارک. حضور اگر بچه‌ها سیگنال پیدا شود اگر هلالایی که میخواستن شما تبریک گویند حتی زنگ زنید برایشان اگر امکان باشد. اگر السلام علیکم. ما تبریکات و سخنهای نیک شما را رساندیم. اکنون نوبت شماست نیت‌های نغز و نیکتان را رساندن به افتخار پدر و مادر. اگر شما تیار باشید من بلندگویک را با شما تقدیم کنم. السلام علیکم. السلام علیکم مهمانای عزیز، خوش آمدید و درگاهی دادا جانم دی جانم. من امروز خیلی که دیده ایستاده دی جانم از آزادشون دی جان الهی مکس 120 شده همه وقت بلند شو کرده قومت بلند شو کرده دادم که خوشا پیر شده دوباره فرزنداتان شده کرده دی جان عرضت به هر دو عالم یک حرف نام مادر عرضت به هر دو عالم یک حرف نام مادر بعد از خدای قرآن باشد مقام مادر گر شاهم و وزیرم سلطان و یا امیرم دنیا به دست میگیرم خستم غلام مادر مادر مرا بیزاده است آغوش مهر شده است خوش از نام مادر بزرگ از مهر مادر ای جان همه وقت زنی محمد سلامت کرده تمام دنیا و مادران هست واقعی فرزنداشون شده گرد فرزندا و پروانه شده کردن و قطاری که بیجان شمای هم همه وقت سری مهم و پروانه شده کردید واقعی مهم شده کردید بدم که خوشا پیر شده بیجان باز یک بار دیگر 120 ساله شده در آن وقت پیر شده تبریک میکنم بیجان
سری ما با همه وقت صبح سلامت کرده. سلامت باشد. تشکر میگویم. بگذار در مسافرت دعای اینه که پدر مادر که گشته ساق رفته سلامت بیاید و خدا کنه در این سن سال مبارک حاجی بابا و حاجیاناش را گشتن در سر شمایان نصیب کند. بار دیگر روزی خورسندی مبارک باشد. تشکر میگویم. Ona baba sari momu soq salomat garde. Hamma vaqt soyaboni mohon shud. سلامت باشد. اکنون میخواستیم یک جای تا رسم گیریم، تعریف و مهر کنیم، بعد نوبت رو بر رقص میدیم. مرحبا. Anor, anor,
بالینم وای انار انار بیا با بالینم شبنم گلینم مبارک باشد بار دیگر زادروز مبارک 120 ساله شوید در سری انمی فرزندان سایبان شدن گردید همراهی پدر عزیزی خاندان دم پیری و دولت پیری را دیده حضور و حلاوت فرزندان و بیره ها را دیده گشتن نصیب کند از دام مسافر فرزندانتون بار دیگر شما را تبریک میگویم مادر عزیز مبارک باشد تشکر میگویم اگر عذر میخواهیم شما ناراحت کردگی باشیم همیشه در روزهای خرسندی شما خیلی تبریک کرده خرسند کردن نصیب کنند یک تا دعای نیکی شما برای فرزندان بچه کن الهیم خوشه پیرشتون اونی اسکولتون راحتی مسافر بگشتتون هم میکتون سو سلامت کردتون شوی مردون احرار بچه کن سوال کرده سلامت باشند تشکر میگویم برای شما اشتها هایتان 120 سالگیتون با آمدن افخین تبریک کردن با ما نصیب کنند مبارک باشد تشکر بتون کنی؟ شنیدتون بچه رحمت شنیدتون اینک عزیزان دخترخالا رو در روز زادروزشان از نام فرزندان تبریک کردیم لحظه های خرسندی رو همراه شمایان با هم دیدیم با ما باشد با شبکه شهنام سلامت باشد